بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بدانیم خداوند با چه معیاری به عبادت ما نگاه می کند، شاید نگاهمان کاملا عوض شود. امام صادق علیه السلام در روایتی می‌فرمایند: ان ربکم لرحیم یشکر الیسیر، ان العبد لیصلی رکعتین یرید بهما وجه الله عز وجل فیدخله الله بهما الجنه. به راستی که پروردگار شما مهربان است و از عمل کم نیز قدردانی می کند. همانا بنده ای تنها 2 رکعت نماز می خواند و در آن فقط رضای خدا را می طلبد، پس خداوند به برکت آن 2 رکعت او را وارد بهشت می کند. این حدیث نورانی 2 پیام امیدبخش و بسیار مهم دارد. اول اینکه خداوند حاضر است بنده اش را به خاطر عمل اندکش پاداش بزرگ دهد. معیار او کیفیت عمل است، نه کمیت آن. یک عمل خالصانه کوچک در پیشگاه او می تواند ارزشی بی‌نظیر داشته باشد. دوم، کلید اراده وجه الله است، یعنی همان اخلاص، آنچه این 2 رکعت را چنان ارزشمند می کند که کلید بهشت می شود. نیت خالصانه و قطع امید از هر پاداش و ترس دنیوی است. انسان در آن لحظات فقط و فقط برای خدا و به سوی خداست.